یکباره بالا رفتن ارزش گاز مایع در تاجیکستان بر روزگار مردم تاثیر رسانده است. راننده های مسافرکش میگویند کارشان پیش نمی رود. یا لیتر گاز 4 سومون اگجمو دا پریبل میرسه. بدروی لوبوی заправка ولی یک آدم خوجند 80 سومونه 120 110 сум پولی تروزو میتی ایدو طرف خیلی پریبل مردم دا برای ما در راننده فرق نداره اگه چه قیمت میکنیم با مردم بیچاره دا ضرره. در حالی که راننده ها میگویند نرخ راهگیرا را بلند نکردن، مسافران از بلند شدن آن شکایت میکنند. شما دیروز چندی میدادید؟ امروز چند شده؟ 100 بود 110 100 بود 110. شما خوجند میروید یا جای دیگه؟ دیگه نرخ دوشنبه خوجند 110 سامانی میپرسن شفیرو؟ از 3 سامانی و 40 درم به 4 سامانی دکه خوردن نرخ گاز مایع بیشتر مایه نگرانی راننده ها و ساکنان کشور شده است. خصوصا در راههای ماشینگر از پایتخت به نواحی دوردست و نواحی اطراف نرخ راهگیرا بازم بیشتر شده است. اما تا کنون مسئولان شرکت های اساسی وارد کننده گاز مایع به تاجیکستان به طور رسمی شرح نداده که سبب و عامل های بالا رفتن نرخ گاز از چه عبارت است. ولی فروشندگان نقطه های گاز مایع میگویند که باز هم از 4 سامانی نرخ گاز مایع بالاتر رفته به 4.20 و به 4.30 درم خواهد رسید. طبق حساب ها حدود 60% ماشین های سبک‌رو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می کنند. در مجموع سوزشواری در تاجیکستان از جمله محصولات است که تغییرات در نرخ آن به زندگی روزانه مردم تاثیر مستقیم دارد. در برابر گاز مایع ارزش دیگری نوع سوزشواری هم بالا رفته است. بنزین از 6 سامانی و 40 درم به 7 سامانی برابر شده، نرخ سلیار که از 7 سامانی به 7 سامانی و 40 درم رسیده است. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان، طلبات کشور به گاز مایع در یک ماه حدود 30,000 تانه و در یک سال 360,000 تانه را تشکیل می‌دهد. کارشناسان میگویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاروی نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگری سوزشواری در تاجیکستان است. میرزا نبی خالقزاد، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.